بالاخره ما نفهمیدیم اول مرغ بوده یا تخم مرغ. اما شاعر میگه گرچه میگویند از ما تحت یک مرغ آمده، کم نخواهد شد چیزی از بهای تخم مرغ. هرچی از عنصر اصلی زنده موندن مردای مجرد و امید دانشجوی ایرانی. خدایا این امید تو اما نگی. من موندم روز به روز این تخم مرغا داره کوچولوتر میشه. مگه سایزش دست این مرغداراست؟ این تاریخ داراش باله، این یکی تاریخ تولیدش واسه 10 روز دیگه است. یعنی هنوز مرغ نزایده تخم اومده تو بازار، یعنی میرن تو مرغ تاریخ میزنن. بعضیاشون هم میشکنی توش خونه. جریان چیه؟ میشه خورد؟ این چیه؟ این تخم کفتر داری؟ شوخی میکنی؟ جوجه؟ همین جوجه چند روزه ها تخم جوجه است. با مصیبت ها اینا دارن چیکار میکنن تو مرغداری ها؟ یعنی از جوجه چند روزم دارن تخم میکشن بیرنجان ها.